خدای قادر سبحان، کریم با کمال، قادر ذوالجلال رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق بسیار بزرگ رو نصیب این بنده حقیر فرمود تا در جمع گرم و پویا و صمیمی جمعی از دوستان، علما، روحانیت معظم و جوانان مؤمن و ایثارگر و دلسوز و متعهد بخش جرگلان و این روستا قرار بگیرم. این توفیق خداوندی را بسیار نعمت ارزشمندی میدانم و از الله ذوالجلال خواهانم که به بنده حقیر توفیق بده تا دقایقی که در خدمت شما سروران هستیم کلماتی رو بیان بکنیم تا سبب خوشنودی پروردگار عالم قرار بگیرد انشاءالله. جا دارد تبریک و تهنیت عرض کنم. این محفل بسیار نورانی و ایمانی رو خدمت برادر بزرگوار، جوان مؤمن، جوان دلسوز، برادر محمد داداری و پدر بزرگوار ایشان و خانواده قبادی، خانواده عروس خانم و همه شما جوانان، علما و حاضرین در مجلس، واقعا امشب شب بسیار مبارکی است، چون که مجلس بسیار مبارکی برگزار شده. قطعا برگزاری چنین جلساتی ایمانی و روحانی و معنوی و قرآنی زاییده رنج و زحمات بیشایبه علمای این منطقه و اونطوری که بنده از دوستان شنیدم مرحوم حاج مقصود آخوند یزدانی، یکی از علمای برجسته این منطقه، که خداوند روح این بزرگوار را رحمت بفرماید و با جوار صدیقین و انبیا و شهدا محشور بفرماید، که قطعا برگزاری چنین جلساتی زاییده رنج اون بزرگوار و بزرگواران حاضر در مجلس و علمای کنونی شماست. جوانان محترم، قطعا جای خوشحالی است، جای شادمانی است که در چنین مجلسی که شاید میتونست به جای وعظ و سخنرانی و صحبت و گفته الله و رسول میتونست اینجا جای رقص و رقاصی و پایکوبی و ارکستر و ساز و سرنا باشد و زمینه و استعداد گناه امشب اینجا فراهم بود. این جوان عزیز ما آقای داداری میتوانست امشب این مجلس سراسر معنوی رو تبدیل به مجلس 100% شیطانی میکرد، مجلسی 100% برخلاف رضای خدا و رسول. اما آمدن همت به خرج دادن، غیرت ایمانی خودشان را به مرحله ظهور گذاشتن و چنین مجلس ایمانی رو تدارک دیدن. واقعا جای شاباش و جای مبارکباد و جای احسنت و آفرین گفتن به این جوان است و به خانواده و پدر بزرگوارشان و به همه دستاندار کاران. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، بسا اوقات زمینه عبادت میسر است و گاهی زمینه عبادت فراهم نیست، زمینه معصیت فراهمه. جوانی رو میشه گفت با ایمان، انسانی را میشه گفت مؤمن واقعی که زمینه معصیت فراهم باشه اما اون رو برکنار بکند و عبادت رو در اونجا جایگزین بکنه، مانند این جوان بزرگوار ما. کسی که پیر باشد، سنین پیری رو داره پشت سر میگذرونه، خب اون اگر معصیت نکنه کمال نکرده. اگر اون 5 وقت مسجد بیاد، گرچه که باز هم کار خوبی است، عمل بسیار شایسته است، اما کمال نیست، چون که زمینه معصیت در پیرمرد مرده.
استعداد و گناه از بین رفته، برای جوانی که زمینه و عرض خدمت شما بستر معصیت فراهم هست، بستر الواتی فراهم هست و مساعده، اون جوان اگر بیاد عبادت بکنه، اون جوان اگر بیاد مراسم خودش رو با این آب و تاب و با این معنویت بگیرد، جای شاباش است، جای تبریک است. میشه گفت یک جوان مؤمن. برادران بزرگوار، دقایقی که خدمت شما سروران هستم میخواستیم پرتوی بیفکنیم بر اثرات برکت اسلام، محسنات اسلام، خوبی‌های اسلام و رد کنیم و یا حداقل بررسی کنیم تهمت کسانی که اسلام را مایه تخدیر و افیون ملت ها میدانند و دانستند. دوستانی که سر پا ایستادن، جوانات، خواهش من اینه که بفرمایید بنشینن که ما بهتر با اونها بتونیم صحبت بکنیم. جزاکم الله خیر. تمرکز بیشتر و بهتره. جوانان بفرمایید بنشینن. اون دوستانی که اون قسمت هم هست به مجلس بپیوندن، یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید. عزیزان، به طور مقدمه و اسباب معلومات بدونید که هر انسانی دارای دو بعد وجودی است. هر انسانی، یک بعد وجودی انسانی، دوم بعد وجودی ایمانی. انسان تا زمانی که فقط در بعد وجودی انسانی است، یعنی ایمان در وجودش نیست، خالی از اسلام و ایمانه، نه تنها این که هرگز به خلعت ولقد کرمنا بنی آدم مفتخر نمی گردد، و اون انسانی که مورد رضای خداست، و اون انسانی که اشرف مخلوقات قرار نمیگیره، چون که میدونید انسان اشرف مخلوقاته، ولی آیا هر انسانی؟ نه خیر. اون انسانی مورد رضای خداست و اون انسانی اشرف مخلوقات است و اون انسانی خلعت ولقد کرمنا بنی آدم را به تن میکند که بعد دوم، یعنی بعد وجودی ایمانی هم در وجودش احیا بشه. به قول اقبال، گرچه آدم بردمید از آب و گل، رنگ غم چون گل کشید از آب و گل، حیف اگر در آب و گل غلطد مدام، حیف اگر برتر نپرد زین مقام. انسان تا زمانی که فقط در بعد انسانی است، موجی از امواج اقیانوس انسان است. بلکه نه تنها نمیشه انسان گفت، قرآن عظیم الشأن میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل. چنین انسانی که از بعد دوم یعنی ایمان و اسلام خالی باشه، نه تنها نمیشه گفت انسان، بلکه از چارپا هم بدتره. بعد دومه که انسان رو انسان میکند. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد هیزم است. آدمیت احترام آدمی، با خبر شو از مقام آدمی. مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، امروز بوقهای تبلیغاتی در همه جای دنیا به صدا در آمده که هر کس مسلمان است عقب افتاده است، هر کس مؤمنه اون متحجره، هر کس مسلمان هست سیر قهقرایی رو شروع کرده. یعنی جوان مسلمان یک جوان متحجر با رکود فکری و عقلی. و متاسفانه مسلمانان سادلو و جوانان سادلو باور کردن. اما من میخوام اینو بگم که اگر ما نگاهی گذرا و کوتاه به دنیای قبل از درخشش خورشید اسلام و قبل از نبوغ اسلام بیاندازیم، یعنی 1400 سال قبل، مقایسه بکنیم، آیا اسلام مایه عقب افتادگی و تحجر و رکود فکری است یا دنیای غرب؟ شما اگر به دنیای 1400 سال قبل نگاه بکنید، دنیا را مانند اقیانوسی میبینید که همواره ماهیان بزرگ ماهیان کوچک و شکار میکردند. در بیشهزار انسانیت شیرها، پلنگها، گرگها، گوسفندان ضعیف را طعمه خودشون قرار میدادند. ایران اون زمان را، اگر این ایرانی که امروز متمدنه و پیشرفته است، به قدری در انحطاط فکری و عقلی فرو رفته بود و فرهنگی که ازدواج با خواهر و دختر برای اونها حلال بود و مشروع بود. بهرام چوبین یکی از پادشاهان ایران بود، با خواهرش ازدواج کرد.
یزدگرد دوم به دخترش تجاوز کرد. بسیاری از قساوت‌ها در ایران اون زمان حاکم بود. عرب‌ها به قدری در وطن پرستی، در بت پرستی غرق بودند. قتل و غارت، چپاولگری جزء فرهنگ لاینفک اونها بود. اگر شطور یکی زودتر میرفت سر آب، سالیان متمادی با هم می جنگیدن. اما هنگامی که ندای تنین افکن لا اله الا الله محمد رسول الله از زبان بزرگ و مرد تاریخ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر فراز کوه صفا یا بر بلندای تاریخ تابیدن گرفت و خورشیدی درخشیدن گرفت، نوری درخشیدن گرفت، تاریکی شبها شکست، از پرتو ایمان او دنیای کفر از هم گسست، دنیا چراغانی بشد از برکت نام رسول، زیبانده باشد نام او مهرش به هر قلبی نشست. از اون زمان عربها مسیرشون تغییر کرد، دنیا تغییر کردن، بشریت تولدی دیگر یافت و چنان با سرعت قله های شامخ افتخار و عظمت و اقتدار را طی کردند که در بیش از نیمی از کره خاکی رو فتح کردن و زمینه قلمرو اسلام و مسلمانان کردن. این شوخی نیست. جوان عزیز، ما مسلمان ها از قدیم اینطور نبودیم. اقبال چه زیبا می‌فرماید: یاد ایامی که سیف روزگار با توانا دستی ما بود یار، تخم دین در کشت دلها کاشتیم، پرده از رخسار حق برداشتیم، کشت حق سیراب گشت از خون ما، حق پرستان جهان ممنون ما، عالم از ما صاحب تکبیر شد، از گل ما کعبه ها تعمیر شد، در دل حق سر مکنونیم ما، وارث موسی و هارونیم ما، گرچه رفت از دست ما تاج و نگین، ما گدایان را به چشم کم مبین. یک زمانی ما بعد از دوران خلفای راشدین که اون زمان اصلا نیازی به صحبت نیست، که مسلمانان چقدر هر جا که روی میکردن چراغ سبز خوشبختی و پیروزی جلوی چشمان اونها چشمک میزد، هر جا پا میگذاشتن فتح و پیروزی پیشانی اونها را بوسه میداد. وقتی میآمدن با حاکمان ایران صحبت میکردن، ربعی ابن عامر فرمانده مسلمانان تمام زرق و برق دنیا قالی آی زرباف جلوی اونها به اندازه پر پشه هم ارزش نداشت. به جایی رسیدن در کشورهای اسلامی دانشگاهی تأسیس شد که حتی پادشاهان فرانسه و اروپا فرزندان خودشان را میفرستادن برای تعلیم علوم اسلامی، بیان از فرزندان مسلمان درس یاد بگیرن. در همون زمان هارون رشید مسلمانان ساعت رو اختراع کردن. میدونید جوانان این ساعت رو جوانان غرب و اروپا اختراع نکرده، نخستین بار به دست توانای جوانان مسلمان اختراع شد. خوب توجه کنید، جوانان مسلمان آمد هدیه فرستاد برای ملکه فرانسه. وقتی که ملکه فرانسه این ساعت و این اکتشاف مسلمانان را دید بلافاصله تعجب کرد، گفت این چیه که داره داخل خودش میچرخه؟ بلافاصله جلسه اضطراری تشکیل داد که ببینن داخل این ساعت چه نیرو و قوتی است که راحت داره میچرخه. نشستن، فکرشون کار نمیکرد که این ساعت درونش چیه. پس از ساعتها رایزنی و فکر و تفکر به این نتیجه رسیدن که حتما جنی داخل ساعت این ساعت رو جن میچرخونه. های ما این بودیم. اختراعات ما را نمیتونستن دنیای غرب بفهمن جوان مسلمان. حالا چرا میگن اینها مسلمونا عقب افتادن؟ به قول اقبال لاهوری در شعر دیگر خیلی زیبا میفرماید که برگساز ما کتاب و حکمت است، این دو قوت اعتبار ملت است، حکمت اشیا فرنگیزاد نیست. میگن از فرنگ نیامده، اصل او جز لذت ایجاد نیست، لیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. این پیشرفت، این تکنیک، این تکنولوژی، این صنعت، همه اینها از دست ماست. چون عرب اندر اروپا پرگشاد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد. دانه آن صحرا نشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. این پری از شیشه اسلاف ماست، باز صیدش کن که او از قاف ماست. لیکن از تهذیب لادینی گریز،
زان که او با اهل حق دارد ستیز، فتنه ها این فتنه پرداز آورد، لات و عزا در حرم باز آورد. سروران عزیز، برادران بزرگوار، من میخوام اینو بگم خدمت شما که ما مسلمونا در پرتو اسلام و دین توانستیم حاکمیت دنیا را به دست بیاریم. فتنه مغول و تاتار رو تاریخ فراموش نکرده. فتنه مغول و تاتار که سایه شوم خودش را بر اکثریت این کره خاکی و به ویژه آسیای میانه گسترانده بود و هر کس فکر میکرد میگفت که اگر شنیدی که تاتار و مغول شکست خورده باور نکن. خوب گوش بدید جوانان، اگر شنیدید که مغول و تاتار شکست خورده باور نکنید. اما همین مغول و تاتار یک زمانی توسط شیران اسلام، توسط ایمان جوانان اسلام، چنان سرزمین های اونها تحت قلمرو اسلام قرار گرفت که انسان حیران میشه. سلطان تغلق تیمورخان فرمانده کاشغر، اون زمان پادشاه کل نبود، خوب این نکته رو گوش بدید، آمده بود مقداری از زمینه های دوربر کاشغر را غرق کرده بود، یعنی سرزمین های ممنوعه اعلان کرده بود، کسی حق اجازه ورود نداشت. روزی سلطان جلال الدین، یکی از علمای ما، علمای بزرگوار بخارا، آمد از اونجا میگذشت، میخواستن به سرزمین حرم برن، از داخل این منطقه ممنوعه رد شدن، فکر نمی‌کردن که اینجا منطقه ممنوعه است، خبر نداشتن. ناگهان خبر به سلطان رسید، سلطان برای شکار رفته بود که بله گروهی گستاخ با لباسهای اونچنانی از وسط منطقه ممنوعه دارن عبور میکنن. بلا فاصله سلطان کاشغر، سلطان تیمور گفت اونها رو بگید بیاره. آمدن دستبند زدن مولانا جلال الدین رو و همراهانش رو. آمد اونجا گفت شما از کجایید؟ گفتن ما از ایرانیم. بخارا اون زمان جز ایران بود. میدونید چه گفت؟ گفت که بنا نسبت سگ از شما ایرانیا بهتر است. سگ از شما ایرانیا بهتر است. اگر ما باشیم ناراحت میشیم، ای به ما اهانت کرده. میدونید چه گفت؟ یه جمله گفت، یه جمله زندگی او رو عوض کرد، سرنوشت زندگی او را رقم زد. گفت بله ای سلطان، ما در یک صورت اگر می بودیم سگ که نه هزاران سگ از ما بهتر می بود. اگر ما اسلام و قرآن و دین و ایمان نمی داشتیم، به خدا قسم سگ که نه خوک بر ما شرافت داشت. اما ما لا اله الا الله و محمد رسول الله داریم، ما عشق به محمد داریم، ما عشق به الله داریم، ما چنگ به ریسمان الله زدیم و از اون زمان است که قله های شامخ افتخار، سعادت و عظمت و اقتدار جهان را طی کردیم. بله اگر اسلام رو نمی داشتیم همین حرف تو بود، بلکه بدتر. سلطان گفت اسلام چیه؟ دین چیه؟ محمد کیه؟ قرآن چی کتابی است که تو داری میگی؟ گفت خبر ندارید. آیین اسلام رو براش باز کرد، محمد رو براش تعریف کرد، از رسول الله گفت. محمدی که امروز سروران از امت اسلامی ازش بیگانه شدن، محمدی که امروز جهان غرب بهش میتازن، اما مسلمانی نیست که حرکت بکنه و از خودش تنومندی نشان بده. تعریف کرد، گفت های من تحت تاثیر حرفای تو قرار گرفتم، ولی هنوز فقط یک منطقه تحت تصرف ماست. بگذار من کل سلطنت، پادشاه قرار بمیره همین روزها، آخرین لحظاتشه، من کل مملکت رو به دست بگیرم، اون زمان میدونم چی کار بکنم. سلطان جلال الدین رفت. خدا میخواست که روزهای آخر حیاتش رو بگذرونه، پیرمرد بود، لذا فرزندش رشید الدین را خواست، گفت فرزندم سلطان تیمورخان همچه قولی داده، همین روزها فکر کنم بر تخت سلطنت نشسته، برو سلام مرا برسان و اون قولی که داده یادآور بشو. سلطان جلال الدین از دنیا رفت. حرکت کرد فرزندش رشید الدین، یک جوانا، من آمدم اینو بگم که شما میتونید، به خدا قسم میتونید دنیا رو در تسخیر خودتون قرار بیارید. شما فرزندان ابوبکر صدیقید، شما فرزندان عمر فاروقید، شما فرزندان عثمان ذوالنورین و علی مرتضایید، شما فرزندان سلطان صلاح الدین ایوبید که اگر حرکت بکنید با اون عزم راسخ، به خدا قسم دنیا جلوی قدمه های من و شما کرنش خواهد کرد. اما چه فایده که جوانان ما امروز فقط میخواد استارتشو بزنن. حرکت کرد سلطان رشید الدین فرزند اون بزرگوار، آمد که خودشو به سلطان برسونه، نگذاشتن. این زمان دیگه اسکورت داشت و نگهبان داشت و گارد ریاست جمهوری داشت، مانع شدن. گفت چیکار کنم خدایا؟
پی چاره شد. صبح وقت قبل از اینکه پادشاه از خواب بیدار بشه آمد کنار کاخ، شروع کرد به اذان دادن. الله اکبر الله اکبر. تکبیر الله اکبر را، این شعار کوبنده وطن، این افکن را کنار کاخ سلطنت به صدا در آورد و تمام آله های موهوم و خرافی را به زبالدار تاریخ انداخت. سلطان بلافاصله از خواب برآشفت که این کیه کنار کاخ پادشاهی گستاخی کرده، احضارش کنید. به این مکر و حیله وارد کاخ شد. گفت منو میشناسی؟ من سلطان رشیدالدین فرزند جمال الدینم، اون بزرگواری که شما رو در فلانجا ملاقات کرد. گفت بابا چی شد؟ گفت بابام دار دنیا رو الوداع گفت و از دنیا رفت. آیا مسلمان میشی؟ اسلام اینه؟ گفت بله. بلافاصله اشکاش ترازی شد، مقداری از آیات قرآن را تلاوت کرد، نشعه حرفم به خون او دوید، قطره قطره اشک از چشمش چکید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و مسلمان شد. و تمام زمینه‌های تحت اشغال مغول و تاتار همه به اسلام گرویدن. اسلام این بوده. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. ما مسلمان‌های امروز از اسلام دور شدیم. اسلام میتوانست به خدا قسم و الان هم میتونه رهبری جهان کل دنیا رو رهبری بکنه و قیادت و سیادت و زعامت بکنه. این واقعیت. اسلام بود که توانست تمامی مرزها رو بشکنه. اسلام بود که تمامی امتیازات نسب رو از بین برد. اسلام بود که تمام معاصی و مسائل فرهنگی رو مهار کرد. آیا غیر از اسلام میتونست؟ من یه نمونه خدمت شما صبرا عرض میکنم. در سال 1918 میلادی مجلس آمریکا، دولت قانونی آمریکا، قانونی رو وضع کردن که شراب، مشروبات الکلی مضر، ضررش بسیار زیاده، برابر این باید لغو بشه. این قانون باید لغو بشه. در سال 1918 آمدن رسانه‌های گروهی، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، مطبوعات، مجلات، کتب، صدا و سیما، تلویزیون، رادیو، همه دست در دست یکدیگر دادن تا تبلیغات وسیع راه انداختن تا با این معضل خطرناک اجتماعی بجنگن. 60 میلیون دلار مصرف کردن. 500,000 نفر رو روانه زندان کردن. 300 نفر رو اعدام کردن. بیش از 10 بیلیون، نه 10 میلیون، 10 میلیارد نه، 10 بیلیون صفحه کتاب و مجلد چاپ کردن، در اختیار جوانان قرار دادن. اما نه تنها این نتوانستن جلوی این معضل رو بگیرن، بلکه روز به روز نوع جدیدش، قسم جدیدش با یک طریقه خاصی وارد کشور میشد تا اینکه ضعف خودش را دولت قانونی آمریکا ثابت کرد و در سال 1933 این قانون رو لغو کرد. اما مقایسه بکنید همین جریان رو با 1400 سال قبل با اسلام. منظورم اینه که عربها حب شراب با شیر مادر تو بدنشون عجین شده بود. یعنی عرب مانند نوشابه سر سفرهشون شراب گذاشته بود. اگر در مجلسی شراب نمیبود اون مجلس نبود. اما علی رغم محبت شدید و وافر به شراب و اعتیاد، ناگهان آیه قرآن عظیم الشأن نازل شد که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. مسلمونا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که از چشم سار محمد رسول الله آب می نوشید، بدانید که از این به بعد اسلام شراب رو حرام قرار داده است. به خدا قسم تعداد لیوانه ها به لب اونها گذاشته بود، داشتن میخوردن. همین که آیه رو شنیدن در جا دست اونها خشک و ترمز زد، بلافاصله لیوانه های شراب را ریختن، لیوانه ها را شکوندن. مورخین می نویسن در کوچه های مدینه جویباره های شراب را افتاد. همه زدن بیرون. آمنا و سلمنا. اسلام اینه. اسلام یعنی این. تمام حکمرانان را چنان تحت تصرف اسلام قرار داده بود سبحان الله. هیچ حکمرانی، هیچ قاضی، هیچ پادشاهی فکر نمی‌کرد که من بزرگم، من عظیمم. در مقابل قرآن که میشد همه اونها سرشون فرو افکنده بود. هیچ کسی رو نداشت. آرامش رو بر اونها آورده بود. هرگز خیال اونها هم نبود. یک زمانی یکی از مجوسیان ایران نام امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه را شنیده بود که عمر وقتی نامش می آمد ایران و روم اون زمان می لرزیدن. عمر شوخی که نیست. گفت من برم این فرمانده مسلمانان را ببینم از این کیه. حرکت کرد با این اسب، آمد روانه مدینه منوره شد. مستقیما سراغ کاخو گرفت.
که قصر پادشاه کجاست؟ گفتن پادشاه ما قصری نداره. گفت کاخ عمر ابن خطاب کجاست؟ گفت عمر کاخی هم نداره. مقر فرمانده کل قوای مسلمین کجاست؟ گفتن درون دشت زیر درخت مغیلان خوابیده، اگر فرمانده مسلمان‌ها رو میخوای برو اونجا ببین. این مجوسی ایرانی با این ذهنیت آمده بود که وارد شهر مدینه بشه، از 7 خان رستم باید رد بشه، دروازه ها برویش بسته خواهد بود، وقت قبلی باید بگیره، گارد ریاست جمهوری خواهد داشت، کاخ و کوخ و قصر و فلانی خواهد داشت تا اینکه به عمر برسه. آمد دید حضرت عمر رضی الله عنه دراز کشیده، کفشاش هم زیر سرش گذاشته، شمشیر رخندارش هم بغلش خواب گذاشته است. حضرت عمر خواب بودا. این مجوس آمد روی سرش ایستاد، یه جمله گفت عدلت فامنت فنمت. عدالت اسلامی، عدل و داد و قسط اسلامی به تو این اجازه داده که اینقدر راحت بدون این که واهمه و ترسی داشته باشی راحت گرفتی خوابیدی. این اسلامه که تو را راحت، اینقدر راحتی و اینقدر روان راحت رو بهت ارزانی داشته. لذا حضرت عمر خواب بودا، فقط دیدن مجسمه خوابیده حضرت عمر در وجود این انقلاب به وجود آورد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این اسلامه. ها آن معظم فاتحان دین پرست و نامور، چون به تسخیر جهان بستن از همت کمر، از مشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. آه تا از چشم ما رفتن چون نور از بصر، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین. رفتن عمرها، رفتن حنظله ها، رفتن زنانی چون سمیه ها، نام ما زد بر زمین. دور از آنها آبروی ما عرق شد بر جبین. جوان مسلمان، 2 خواهری که در زندان ابو غریب فلوجه عراق، 2 خواهر سنی نامه‌ای نوشته برای همه مسلمانان جهان. 2 تا خواهر 13 و 14 ساله در شبکه جهانی اینترنت که های جوانان ایران، های جوانان عربستان، ای فرزندان عمر فاروق، ای فرزندان ابوبکر، ای فرزندان علی و حسن و حسین، ما 2 تا خواهریم، ازدواج نکردیم، حیا و عفتمون رو نگه داشتیم، اما هر 2 تای ما الان در زندان ابو غریب با نطفه سربازان آمریکایی بارداریم. الله اکبر. ای خوشان مجذوبی و دل بردگی، آه دلگیری و افسردگی، آنچه تو با خویش کردی کس نکرد، روح پاک مصطفی آمد به در. روز قیامت جلوی رسول الله چه جوابی داریم جواب؟ رسول الله از تو سوال خواهد کرد که عمر رو برای تو تکه تکه کردم، سمیه رو برای تو تکه تکه کردم، جگر حمزه رو برای تو پاره پاره کردم، عثمان رو برای تو در قرآن تکه تکه کردم، تو چه کار کردی؟ چند تا جوان معتاد به جامعه بشری تحویل دادی؟ چند تا جوان الواک که از در عروسی هایشون بزن و برقصن؟ به خدا قسم اگر با این وضع جلو بریم کلاه پس معرکه است. جوان عزیز، برادر بزرگوار، تو رو خدا بیا به دامن اسلام برگرد. این زمان جز سر به زیری هیچ نیست. اقبال میگه در مسلمان جز ضعف و پیری هیچ نیست. آن شکوه ربی الاعلی کجاست؟ اون الله اکبر هایی که خالد ابن ولید در مقابل صدهای فولادی میخوان، صدها تکه تکه و پاره پاره میشنن، کجاست؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ عقلها بی باک و دلها بی گداز، چشمها بی شرم و غرقن در مجاز. مقصر ماییم، ما نخواستیم سروران عزیز. و خدا قسم اسلام، من تا به حال به این منطقه نیامده بودم. این قسمت راز جرگلان به این روستای بسیار زیبای باقلق هست، نه؟ جوانان بسیار صمیمی که راحت نشستن، علمای محترم و بزرگوار، واقعا به من نیرو و انرژی دادید امشب. خدا خیر بده این جوان بسیار پاک ما رو که ما رو به هم رسوند. من آمدم میگه در مجلس خود راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. این دردهایی است
که ما باید به شما انتقال بدیم سروران عزیز و جوانان محترم. نکته آخر رو من میگم، حالا داریم بحث میکنیم در مورد اسلام، تاریخ اسلام رو. گفتیم اسلام به جایی رسیده بود که حکمرانان، پادشاهان هرگاه که نامی از اسلام و قرآن گرفته میشد در مقابل قرآن سرشون باریک بود. حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم مسلمین زرهش رو گم کرده بود، یه یهودی زرهش رو برداشته بود. حضرت علی زرهش رو دید، شناخت زره که میدونید لباس جنگی، بلافاصله آمد پیش قاضی شوره. چه زمانی؟ حضرت علی زمانی که زمام خلافت رو به کف داره. آمد پیش قاضی شوره شکایت کرد که زره هم پیش یک یهودی است. بلافاصله یهودی را خواست قاضی شوره. آمد در مجلس حضرت قاضی شوره، هم حضرت علی و هم اون یهودی وارد شدند. قاضی شوره گفت السلام علیک یا ابا تراب، حتی نگفت امیر المؤمنین. حضرت علی کرم الله وجهه ناراحت شد، گفت ای امیر مؤمنان، من مجبور بودم به تو امیر المؤمنین نگم چون که شما جفتتون در مقام شاکی و متهمید. گفت نه خیر، ناراحتی من از اینه که تو اون آقا را به اسم صدا کردی، من رو به کنیت ابو تراب، بعد من میگفت یا علی و فلان. آمد پس از این که ادعا کرد مدعی باید شاهد بیاره، حضرت علی باید 2 شاهد می آورد. گفت فقط یه شاهد دارم، حضرت امام حسنه. گفت چون که شهادت فرزند برای پدر جایز نیست، شهادت قابل قبول نیست. خدا هم میدونست که زره مال علی است، قاضی شوره هم میدونست، حضرت علی هم میدونست، اون یهودی هم میدونست، ولی چون که دلیل و شاهد نداشت، اسلام میگفت باید اون آقا قسم بخوره یهودی و زره را داد به یهودی. یهودی وقتی عدالت اسلامی رو دید، یک فرمانده مسلمانان، سروری در دین ما خدمتگریست، اقبال میگه عدل فاروقی و فقر حیدری. آمد زره رو داد به اون یهودی رفت بیرون. چند قدمی که رفت 2 مرتبه برگشت، آمد به قدمهای حضرت علی افتاد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. مسلمان شد. گفت این زره مال شماست، اسلامی که اینقدر عدالت داره، حقا که دین بر حقه. حضرت علی گفت حالا که تو مسلمان شدی این زره مال شما، 700 درهم بهش جایزه داد. این اسلام. سلطان مراد فاتح شبه جزیره بالکان، یک شخصیت بزرگ اسلامی، یه زمانی آمد در منطقه خودش خواست یک مسجد رو بنا بکنه، مسجد بزرگ که انگشت نما بشه. یک معمار چیره دست و ماهری رو آورد، گفت آقا با این نقشه مهندسی مدرن و جدید یه مسجد زیبا بساز. معمار بیچاره یک مسجدی رو ساخت بسیار زیبا. وقتی که شاه آمد برای دیدنش، خوش نیامد شاه از تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. شاه یک قسمتی رو دید، سلطان مراد یک قسمت ناقص، ناراحت شد و بلافاصله حرکت کرد و شمشیر خودش رو به کف گرفت و دست این معمار بیچاره رو از ساعد برید، دستشو برید. آتش سوزنده از چشمش چکید، اقبال میفرماد، دست آن بیچاره از خنجر برید. معمار نزد قاضی رفت، گوش بدید، سلطان مراد سلطانه، رفت پیش قاضی شکایت کرد. قاضی بلافاصله 2 نفر رو فرستاد پیش سلطان مراد که با لباس پادشاهی و اسکورت نیا، تک و تنها بیا که متهمی. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. آمد و در کنار اون متهم نشست، در کنار اون شاکی. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرد به این قانون ثبات. گفت قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. های سلطان مراد، تو فکر می‌کنی خون تو از این بیچاره بهتره؟ نه خیر، به هیچ عنوان. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. بلا فاصله مدعی را تا به خاموشی نماند، آیه بالعدل والاحسان خواند. گفت شما برای خدا ببخشید. بلا فاصله سلطان مراد دست خودش را بیرون کرد، گفت بیا امروز در مقابل عدالت اسلامی گردنم از مو هم باریک‌تره. شمشیر رو داد دست اون معمار بیچاره، اون غلام، گفت بلند کن و امروز قصاص رو از یک پادشاه بگیر. بلند کرد شمشیر را، میخواست پایین بیاره که وقتی دید عدالت اسلامی محقق شد، میدونی چی گفت؟ گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. پیش قرآن بنده و مولا یکیست،
بوریا و مسند زیبا یکیست، یافت موری بر سلیمانی ظفر، سطوت آیین پیغمبر نگر. جوان مسلمان، ما این بودیم سروران عزیز، ولی امروز متاسفانه به خاطر اینکه فاصله گرفتیم، به خاطر اینکه دنیای غرب آمدن و حرکت کردن و خواستن که انتقام اصحاب رسول الله رو از من و شما بگیرن، نتوانستن از فرزانگان صدر اسلام انتقام بگیرن، محمد رسول الله اونها را بیرون ریخت. امروز آمدن به راحتی میخوان جوانان ما رو منحرف بکنن و میکنن. آمدن 3 اهرم فریبنده ویژه که با ز شروع میشه، یعنی 3 زهر اولی زن، آمدن فیلم‌های سیکس رو، فیلم‌های سوپر رو در میان جوانان. میدونید الان یک CD خام رو 200 تومن 300 تومن نمیدن، 200 تومن نمیدن، ولی فیلم‌های سوپر و سیکس الان در مرزهای کشور اسلامی ایران زیر 200 تومن فروش میرسه. فیلم‌های سوپر. تو فکر میکنی این پول را آمریکایی‌ها میگیرن؟ نه خدا شاهده، این پول رو هم کسانی که از کشورهای دیگر رد میکنن به داخل ایران، اینها میگیرن، دلالا. یعنی دنیای غرب مفت و رایگان زنان و نوامیس خودشان را جلوی دوربین‌ها قرار میدن، فیلم از اونها گرفته میشه تا اینکه جوانان ما رو منحرف کنن. اول زن، شاوره شامپو بخر، بلافاصله عکس یک زن لخت، یه CD بخر، دستگاه CD، یه تلویزیون، هر چیز، حتی صابون میخواد داخل خانه بیاری، عکس یک زن سرلخت رقاصه اونجا گذاشته هست. های جوان مسلمان، متوجه باش، من و شما را نفریبد این چیزها، این مسائل. اولی، چون که وقتم گذشته من نمیخوام زیاد مصدی اوقات شما سروران بشم. دومی با زر، با پول آوردن، گفتن با پول میتونیم مسائل رو اجرا بکنیم و کردن. در افغانستان که یک زمانی مهد علم و عرفان بود، یک زمانی علمای ما میرفتن در افغانستان درس علم و اخلاص یاد میگرفتن، به قدری دنیای غرب اونجا کار کرده که سال گذشته در 12 ربیع الاول در دانشگاه هرات خواجه عبدالله انصار پیر هرات اونجا میدرخشه، امام فخر رازی اونجاست و هزاران ولی دیگر. 2 دانشجوی رشته ادبیات بلند میشه اونجا در روز میلاد پیامبر، صدا میکنه های مسلمانان، ضمن این که مسیحی میشه به دک مسیحی شدنش اعلان میکنه نعوذ بالله های مسلمانا، محمد چوپانی بیش نبوده، بی سوادی بیش نبوده، شما دنبالش افتادید. به خدا قسم امت رسول الله ابوبکری ندارد، اون معاذ و معوض نیست. اون 2 بچه خردسال که در غزوه بدر به عبدالرحمن بن عوف گفت ای عبدالرحمن، ابو جهل کجاست؟ گفت میخوای چه کار؟ گفت شنیدیم به رسول الله اهانت میکند. به خدا قسم امروز ابو جهل رو ببینیم تا به درک واصل نکنیم از پای نمی نشینیم. وقتی که چشمشون به ابو جهل افتاد، عبدالرحمن گفت هذا صاحبكم هذا ابو جهل اینه. فطار مثل صقرین، مثل 2 عقاب پریدن و ابو جهل رو از روی اسب و شترش پایین کشیدن و شمشیر اسلام را به گردنش سوار کردن و او را به درک اسفل وارد کردن. امروز این نیست، با زور، با زر و سوم با زور. میبینید به بهانه تروریسم چه بلاهایی به سر مسلمانان میاره، به بهانه جنگ با تروریسم هر جا مسلمانی است اونها را آماج حملات قرار میده، آماج اهداف شومشون قرار میده و تا زمانی که اون لانه اسلام رو خراب نکنه از پای نمی نشینن. تروریسم کجاست؟ اونها شب و روز دارن بمب‌های نمیدونم فلان خودشان را روی مسلمان‌ها دارن پیاده میکنن، میریزن، هواپیماهای بی 52 سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی خودشون رو. بعد تروریسم ماییم که فرزندان ما با چوب و سنگ در فلسطین داره از خودشون دفاع میکنن. تروریسمن. اون جوان کودکی که به دبستان میره که من در زاهدان هم عرض کردم خدمت جوانان و شما هم میگم که جوان عزیز امروز در فلسطین جوانی به سن شما توی کیفش دیگه خودکار و قلم نمیذاره. میدونید توی کیفش چی میگذاره؟ وقتی صبح میخواد بره به مدرسه به جای خودکار و قلم تو کیفش مقدار سنگریزه میگذاره. سنگریزه. با مادرش خداحافظی میکنه، مادر بیا پیشانی تو رو ببوسم، من دارم میرم به مدرسه، این پیشانی رو ببوسم، من دارم میرم، شاید ظهر دیگه بر نگردم. مادر این اولین بوسه را اینجا میزنم و دومین بوسه را در جنت الفردوس خدا کنار محمد رسول الله. اینها جوانان به بهانه تروریسم اینها رو دارن زیر پا له میکنن، اطفال را در دامان مادرانشون دارن له میکنن، بچه های شیرخوار را در حین شیر خوردن پر میکنن.
من و تو مسئولیت نداریم؟ باید رقص و آواز و ساز و سرنا داشته باشیم تو مراسممون؟ نه سروران عزیز. زن، زور و زر، این ستا. ما چه وظیفه داریم؟ در مقابل اینها 3 چیز باید که با ت شروع میشه. اول تفکر، دوم تلاش، سوم توکل. جوان مسلمان، اول تفکر. یه مسلمان باید بره، یه جوان مسلمان چرا خوش باشه؟ برید قرآن رو باز کنید، برید تاریخ اسلام رو بخونید، برید با خوبی‌های اسلام آشنا بشید. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. الله ذوالجلال میگه صاحبان خرد و عقل کیایند؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کسانی که تفکر میکنن، از عقل و خرد و اندیشه کار میگیرن. جوانهای ما باید برن محصل بشن، باید برن در مقاطع مختلف درس بخونن، قله‌های شامخ علم و پژوهش و دانش و تکنیک و فتح بکنن و طی بکنن، بشن یه مسلمان دانشمند، یک مسلمان واقعی، یک مسلمانی که با تفکر جلو بره. این اول. دوم فقط تفکر کافی نیست، تلاش. باید حرکت کرد، باید حرکت کرد. جوان، موقع خواب نیست، خدا شاهده، موقع غفلت نیست. ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ سحر از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. ناموس ازل را تو امینی تو امینی، دارای جهان را تو یساری تو یمینی. ای بنده خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. بلند شو بلند شو، حرکت کن، تو بسیار با ارزشی. قیمت خود هر دو عالم گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. تو خیلی ارزش داری، تو خیلی ارزش داری. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر. تو فکر میکنی تو همین جسم 1.70 سانتی؟ نه، بلکه در تو عالمی پیچیده شده. بر خود نظر گشا ز تهی دامنی مرنج، در سینه تو ماه تمامی نهادن. تو سینه ماه قرآنه، قرآن تو سینه و تو بغل داری. چرا از چی میرنجی؟ گنجی داری که اروپا نداره، گنجی داری که آمریکا و ژاپن نداره. اخبار شنیدید در زندان گوانتانامو اسیران القاعده و طالبان قرآن داشتن میخوندن. سربازان آمریکایی وقت دیدن اینها از قرآن دارن روحیه میگیرن، ناراحت شدن که اینها تو زندانن، تو انفرادیان، اما در کنار قرآن چقدر خوشه. چرا؟ چون که قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. آمدن قرآن ها رو از دست مسلمان ها گرفتن، جلوی چشمانشون پاره پاره کردن و قرآن ها را درون دستشویی ها ریختن. در عصر حاضر به کی بگیم و از دست کی شکایت بکنیم؟ اینجا چون که خرابه، قلب ما خرابه، اعمال ما خرابه، وگرنه دعاهایی که رسول خدا در غزوه بدر کرد تمام آسمان رو به لرزه در آورد. فرشته های پروردگار با لباس های سفید رنگ و عمامه های سبز رنگ آمدن. امروز به خاطر این اون فرشته ها نمیاد که ایمان محمدی و ابوبکری نیست. جوان مسلمان بیان شو. اقبال چه زیبا میفرماید، البته اون جوانان عرب رو مورد خطاب قرار میده که گفت ای روح عرب بیدار شو، چون نیاکان خالق اعصار شو. ای فؤاد، ای فیصل، ای ابن سعود. اما من میگم ای جوانان باغرق، ای جوانان راز جرگران، تا کی خوابیدن همچه دود؟ تا کجا برخیش پیچیدن چه دود؟ زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آوران روزی که رفت. خاک باغلق خالدی دیگر بزای. یک خالدی دیگر نیست، یک خالد ابن ولید تربیت بکن. خاک باغلق خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را دیگر سرای. ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. یه عمر دیگه نمیاد. چرا؟ اگر بخوایم میتونیم، خدا شاهده میتونیم. آمدن قرآن ها رو اخبارم گفت پاره پاره کردن، درون دستشویی ها ریختن، اما فکر نکردن
که این جوانان مسلمان همشون تو زندان شدن، قرآن دو پا، حافظ قرآن همشون شروع کردن قرآن رو از حفظ خوندن با صدای بلند. این قاطعیت، این صلابت، این ایمان، این تقوا، این عشق چنان اثر گذاشت که دهاتن از زندانان و پاسبانان آمریکایی از صلابت و عشق به قرآن گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. دل پردرد را دوا قرآن، جان مجروح را شفا قرآن، هر چه خواهی ز نست قرآن جو که بود گنج علمها قرآن. من نمیخوام بیش از این مصدع اوقات شما بشم، اما سروران و جوانان عزیز، پیام من به شما جوانان محترم، من کوچکتر از آنم حقیقت در خدمت این علمای بزرگوار و نور چشمانم مزاحم شما بشم و شما جوانان، اما این فضل خدایی بود که امشب رو در روی همدیگر قرار بگیریم و این عروسی این جوان مسلمان بهانه شد، بهانه بسیار خوب که ما به هم برسیم و دقایقی رو در دل بکنیم. بیاییم امروز جوانان بیدار شده، ما در 2-3 شب گذشته چند شب متوالی و پشت در همدیگر مراسم این چنینی داشتیم، عروسی های اسلامی در ماحول مشهد. یعنی جوانانی که اینجا تعداد حاضرن گواهن که ما در مجلس رفتیم اونجا سخنرانی، یه جوانی فردا شبش رفته بود پول داده بود بیعانه به ارکستر که بیاد فردا شب بزنه و برقصه، به رقاصه ها پول داده بود یعنی. ولی وقتی چنین مجلس رو دید بلند شد و گفت من فردا شب قول داده بودم که اینجا ارکستر بیارم، حتی پولش هم دادم 250,000 تومان قرار گذاشته بود باشون، 50,000 تومان رو جلوی داده بود. گفت اون پول رو هم نمیخوام ولی فردا شب مراسم اسلامی میگیرم. این چنینی. جوانان راز جرگلان، آیا شما نمیخواید؟ آیا امشب بیشتر خوش نگذشت برای من و شما که حداقل اینجا گناهی نبود؟ به خدا قسم چند ویژگی داره این چنین جلسات. اولین ویژگی اینه که دور تا دور این مجلس فرشتگان الان محاصره کردن. باور کنید اگر غیر از این مجلس دیگه بود الان شیاطین اینجا بودن، رقاصه ها اینجا بودن، شیطان صفت ها بودن. دوم حضور این همه علما و این همه جوان پاک و این همه بزرگوار حاجی‌ها، همه انسان‌های محترم در این جلسه. ولی اگر غیر از این بود، غیر از چند تا الوات و لات و چاقوکش، کسی دیگه اینجا نمی آمد. و سوم حاکم شدن روحیه آزاد. همه ما الحمدلله شادیم، خوشحالیم چون که معصیت و گناه نکردیم. اگر ساز و سرنا بود تو مخ ما و مغز ما میزد، دیوانه میکرد، روانی بودیم. اما الان اینطوری نیست، خیلی راحتیم. و چهارم این که حداقل معصیت نکردیم. اگر قطعا عبادته، حداقل ما نگیم عبادت ولی معصیت صورت نگرفت الحمدلله. اگر غیر از این بود گناه و معصیت بود. پس بیاییم مراسم ما این چنینی باشه، ما خوشحال میشیم. همه علمای شما الحمدلله در خدمت شما هستن، از این علما استفاده بکنید، در خانه اینها رو بزنید، بیاد برای شما خدمت میکنن، از اینها کار بکشید و انشاءالله روزی بشه که در این روستا و در این منطقه جوانانی بشن که همه انشاءالله مراسمشون اسلامی بگیرن. من چون که عادت دارم هر جا میرم صحبت میکنم از جوانان یه قول میگیرم و اون این که هر جوانی که حاضر انشاءالله از این به بعد مراسمش اسلامی بگیره، همین الان مرد میدان بلند بشه و اسمشو بنویسه که من مراسم اسلامی میگیرم. کدوم جوان انشاءالله بلند بشه در آینده مراسمش اسلامی بگیره؟ دوربینو ببرید اون طرف. ماشاءالله بلند بلند بلند. یکی نیست اسم اینا رو بنویسه، یک از مولوی صاحب لطف اسم ماشاءالله احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله همه شما ماشاءالله میخواد دومات بشید. نکنه اونایی که یک زن دارن میخوان زن دومو بگیرید. اینطوری نباشه. ماشاءالله خداوند بفرمایید بشینید، بفرمایید بشینید، بفرمایید. اونا میخوان بچه‌هاشون. ماشاءالله ماشاءالله جناب مولانا میفرمایند اونایی که بلند شدن بعضیا میخوان برادرزاده، عموزاده اونها رو اسلامی بگیرن. واقعا جای خوشحالی است، جای خرسندی است که چنین جمعی و چنین محفلی برپا شده. واقعا جای بسی خوشحالی و خرسندی است. واقعا ما بسیار خوشحالیم و دعا میکنیم برای همه جوانان و به ویژه برای این جوان آقای داداری که امشب این جلسه رو برگزار کردن. دعا میکنیم از ته قلب پروردگارا برکت قرآن را در زندگی اونا همراه بفرما. پروردگارا این پیوند این دو جوان را پیوند محکم ناگسستنی در پرتو قرآن و سنت بگردان. نتیجه این ازدواج را فرزندان صالح عنایت بفرما. و همچنین از همه جوانان انشالله خواهانیم عاجزانه که انشالله در آینده مراسمشون اسلامی بگیرن، بیارن به جای اینکه ساز و سرنا و رقاصه و این مسائل بزنه و کوبه، اول شب برقصند و بخورند و شراب و نمیدونم فلان، آخر شب چاقو بخورند و آجر بخورند. این الان الحمدلله چاقوی چاقو کشی ما هم
چاقویی در دست نداریم، آخوندیم، به هر حال طلبه دست ما هیچی نیست. فقط اینه که خوشحالیم از اینکه شما رو دیدیم، اگرچه که زیاد حرف می‌زنیم چون که بالاخره عادت کردیم. میگه یک زمان یک شوخی هم بکنم، میگه یک زمان یک مولوی داشت صحبت میکرد، چشمای خودش رو بسته بود صحبت میکرد. بعد هر چه جوونا خسته شدن ساعت نگاه میکردن که این بلکه این مولوی بس کنه، دید نه بابا بس نمیکنه. یکی یکی از اون عقب رفتن، هم چشماش بسته بود، همینطور یکی یکی رفتن، اون قسمت پایین هم رفت، همین بالایی‌ها موندن. این مولوی هم چشماشو باز نمیکرد ببینه کسی نیست اینجا. نهایتا اینا هم رفتن، هم خادم مسجد یا همون مولوی مسجد فقط موند که کلید دستش بود. دید نه بابا ساعت 1 و 2 شب شده، آمد زد به همینجاش. گفت جناب مولوی، گفت چیه؟ گفت همه رفتن، منم دارم میرم، هر زمان سخنرانی تمام شد همین در رو قفل کنی که من رفتم. حالا من به خاطر این زیاد البته گرچه که صحبت کردم زیاد، ولی دوست داشتم خیلی طولانی کنم، ولی ترسیدم که کلیدی رو دست من بدی، گرچه که الحمدلله اینجا کلیدی نداره. ماشاءالله به 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 به، تعدادی میگن هنوز تازه آمدن، میگن مثل که احساس خستگی نکردن، تازه آمدن جوانان. به هر حال این که شما خسته نشدید ما هرگز خسته نمیشیم، باور کنید. شما خسته نشید ما هرگز خستگی در ما راه نداره. ولی چیکار بکنیم؟ میگن که یک روز دیگه یه مولوی دیگه صحبت میکرد، بعد خیلی جذاب و خیلی خوشحال کننده به اصطلاح، بعد از منبر آمد پایین گفت مردم سخنرانیم چطور بود؟ گفت خیلی سخنرانیت خوب بود، جذاب بود. گفت نه کدوم قسمتش بهتر بود؟ گفت نه همه سخنرانیت خوب بود، تعارف که نداریم. گفت نه تو رو خدا بگو کدوم قسمتش بهتر بود؟ گفت بابا تعارف که نداریم همش خوب بود. گفت نه کدوم قسمتش جذابتر بود؟ دید که خیلی اصرار میکنه، گفت همون قسمتی که گفتی دیگر عرضی ندارم، خدا حافظ شما. حالا دوستان من فکر میکنم وقتی شما منتظر این حرف باشید و ناراحت کننده، دوستان اگر خسته نشدن یک صلوات محمدی نعت بفرمایید. شما که خسته نشدید، شما که خسته نشده باشید، این دیگه بیا انصافی است که ما خسته شدیم. بگیرید که بیایم که بدون پالتو و عمامه. عصر حاضر عصر بسیار پر از فتنه است. باران فتنه ها از هر سو میباره، مشکلات زیاد شده برای جوانان. 1000 گرگ سر 4 راههای عمر شما گذاشته است. انسانهای گرگ صفت بلند شدن و با تمام نیرو و انرژی تو صحنه آمدن تا جوانان ما رو منحرف کنند. جوانان متوجه باشند ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مواظب رفت و آمداتون باشید، مواظب مصاحبتاتون باشید، مواظب رفت و آمداتون باشید. به خدا قسم بسیاری از جوانان نمازی و نمازگزار ما دیده شده که در مسجد آمدن، اما بسیاری از افراد حسود از در مسجد سوار موتور کردن و بردن معتادش کردن. بسیاری. الان شما فکر کنید، من متاسفم یک جوان الان بخواد بره پارک، حالا نمیدونم اینجا پارک داره نداره، سینما داره یا نداره، یک جوان هرگز تنهایی پارک نمیره، یک جوان تنهایی سینما نمیره، هرگز میگه که دوتا بیا بری با ما. اون میگه آقا من پول ندارم، میگه بیا بریم من حساب میکنم بابا تو فقط بیا بریم. تنهایی حال نمیده، تنهایی میگه حال نمیده. ولی چرا به مسجد و دین تنهایی حال میده؟ چرا وقتی میخواد بیا به مسجد یکی دیگه رو نمیگیره بیاد؟ چرا وقتی میخواد به این چنین مجلس بیاری چند نفر با خودت نمیاری؟ مواظب رفت و آمدها و مصاحبتاتون باشید. شبکه جهانی اینترنت، چون که من با اینترنت مقداری سر کار داشتم در گذشته، البته یک داستانی رو آوردید از 2 تا برادر به نام احمد و عبدالناصر. خوب گوش بدن جوونا، احمد و عبدالناصر. این 2 تا جوان کارشون چی بود؟ فقط صبح ساعت 9 که از خواب بیدار میشدن میرفتن پارک قرار میگذاشتن تا شب ساعت 12 میرفتن به اصطلاح خودشون حال میکردن، در حالی که حال نبود، وبال بود، عذاب بود. روزها به همین منوال میگذشت تا اینکه خدا و دین و قرآن و نماز در قاموس و فرهنگ اینها نبود. اصلا نماز نبود. محمد اسمشون چیه؟ احمد، عبدالناصر. کاش این اسم نمی داشتن. روزی از روزها احمد رفت سر قرار، 1 و 2 ساعت گذشت عبدالناصر نیومد. ساعت 10 شد عبدالناصر، 11 12 ناگهان موبایلش زنگ خورد. یکی گوشی رو که برداشت گفت برادر عزیز به خاطر فوت رفیقت عبدالناصر بهت تسلیت عرض میکنم. گفت چی داری میگی؟ دیشب با هم بوده تا ساعت 12 یک شب الان مرده؟ بعضی از مرگ‌های ناگهانی رو انسان نمیتونه باور بکنه. دیشب با هم بوده، با هم دیگه رو موتور بودیم، تک چرخ می‌زدیم تو خیابونا، الان چطور شده مرده؟ گفت به هر حال اگه باور نمی‌کنی ساعت 2 تشییع جنازش تو مسجد جامع. مسجد جامع کجاست؟ چون که من تا به حال نمازی نخوندم که مسجد جامع رو بلد باشم. اسمت احمده.
اون احمد و اون محمد برای دین تکه تکه شد. این احمد تیشه رو برداشته بر دین احمدی میکوبه. اون سمیه برای دین تکه تکه شد. این دختر ما با بی‌حجابی و بدحجابیش تیشه برداشته دین سمیه رو تکه تکه میکنه. آمدم سوال کردم تا اینکه مسجد جامع رو پیدا کردم، رفتم به مسجد جامع. فکر نمی کردم آیا ممکنه که ناگهان دیدم یه مجسمه ای رو لای کفن کردن رو دوش مردمه. اون عبدالناصر با چشمای قشنگش، بازوهای توانایش، دست و پای بسیار زیباش، آیا مرده؟ باور کردنی نیست. کفن رو زدم کنار، دیدم بله، چشمای قشنگش بسته شده، لبهای خندانش تو هم رفته، دستهای تنومندش تبدیل به یک مجسمه خشک و بی حرکت شده. حرکت کردیم، نماز جنازه رو خوندیم، بردیم دفنش بکنیم. قصه نیست، مال عصر حاضره. وقتی که قبر رو کندیم میخواستیم بذاریم داخل، یک سیاه ماری از داخل قبرش بلند شد، مار سیاهی که نزدیک بود تمام جمعیت رو ببله. الله اکبر. بلا فاصله حرکت کردیم، رفتیم جلوتر، یک جا قبر دیگه نمید. قسم میخورد تا 7 جا قبر کندیم اما زمین راهش نداد. با لگد کوبیدیم انداختیم تو قبر. دیدن اون مار، 1000 مار و عقرب تو بدنم احیا کرد که اگر تو امروز به جای این جوان میمرده چی میشد. برگشتم، توبه کردم، اسلام آوردم و پیام خودم رو از طریق شبکه اینترنت به همه جوانان سطح دنیا میرسونم. های جوان مسلمان، تو رو خدا بیا برگرد. این فرصت و غنیمت بشمر قبل از این که از تو گرفته بشه. بازا هر آنچه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. فقط بیا به سوی خدا. هر چی گناه کرده باشی، از بهلول بیشتر گناه نکردی. بهلول رو میشناسید؟ من به عنوان آخرین قصه میگم. یه فردی بود کفن دزد، کارش کفن دزدی بود. یه آقایی که میمرد در زمان پیغمبر در زمان رسول الله، یه کسی که میمرد میرفت شب قبر رو نبش میکرد، باز میکرد، کفن رو میدزدید، میامد روز میفروخت، امرار معاش میکرد. از این طریق روز یک دختر مسلمان پاک 17 و 18 ساله که ازدواج نکرده بود فوت کرد. رفت بردن دفنش کردن. شبانه بهلول طبق روال گذشته رفت قبر رو نبش کرد، باز کرد و کفن رو دزدید. وقتی چشمش به این مرده این دختر مسلمان افتاد زیبا، شیطان هم بسیار دشمن قوی است، در ذهنش رفت بعد از مرگش با این دختر مسلمان و صحابی رسول الله زنا کرد. همین که زنا کرد، ناگهان از داخل قلب صدایی آمد از این دختر که ای بهلول، ای پس فطرت، ای بی انصاف، من در طول عمرم حیا و عفتم رو نگه داشتم، اما تو بعد از مرگم به جنازم رحم نکردی. از خدا بترس. محمد پیشت، تو چطور نمیترسی؟ بهلول میگه وقتی این قضیه رو دیدم 2 مرتبه کفنش کردم، گذاشتم تو قبر، ولی 1000 عقرب تو بدنم نیشم میزد. خدایا کجا برم؟ ولی رسول الله زنده است. میرم پیش پیامبر دست رد تو سینه کسی نزده. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمو. محمدی که غیر از در تشهد دیگه لا نگفته برای هیچ کس. برم پیشش. آمد در خانه شروع کرد به گریه کردن. عمر بن خطاب رضی الله عنه دید جوان گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت نمیتونم بگم. آمد پیش رسول الله. حضرت عمر گفت یا رسول الله، یه جوان دم در داره گریه میکنه. گفت بگو بیا تو. آمد تو، گفت جوان چه شده؟ گفت یا رسول الله گناه کردم. گفت بگو. گفت نمیتونم. گفت گناهت بزرگتر یا زمین؟ گفت گناهم. گناهت بزرگتر یا آسمان؟ گناهم. گناهت بزرگتر یا زمین و آسمان؟ گناهم. گناهت بزرگتر یا عرش یا لو یا کرسی قلم؟ همه اینها. گفتن یا رسول الله گناهم از همه بزرگتره. گفت گناهت بزرگتره یا خدا؟ گفت خدا بزرگتره. گفت پس بگو خدا غفور و رحیمه. گفت یا رسول الله من بعد از مرگ با یک جنازه زنا کردم، با جنازه فلان دختر. رسول خدا با اون همه رحمت و عطوفت به خدا قسم چهرشو برگردون. گفت برو گم شو بهلول، نمیخوام ببینمه. برو گم شو از جلوی چشمام که لکه گناه و معصیت تو دامان پاک من محمدو ملوث نکنه. بهلول نامی شد از رسول الله. آمد خداوندا
ز افعال شنیع خود پشیمانم. عنایت وا مگیر از من که دلتنگ و پریشانم. هوا از یک طرف شیطان ز یک سو نفس از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش و حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده، گنهکارم تو را یا حضرت غفار میخوانم. خدایا تو خودت گفتی که دعوت کن، ادعونی استجب لکم. تو خودت گفتی بنده جوان مسلمان تو یه وجب بیا، من 1 متر میام، تو 1 متر بیا، من 2 متر میام، تو یواش یواش بیا، من خدا بدو میام. خدایا تو خودت گفتی تو غفوری، تو کریمی، تو رحیمی، تو عظیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. خدایا تو را به عظمتت رسول الله هم منو رد کرد، ولی میدونم دروازه تو دروازه نومیدی نیست. خودت میگی برگرد به سوی من. 40 شبان روز گریه کرد تا بعد از 40 شبان روز ناگهان رسول خدا تو محراب نشسته بود که جبرئیل امین آمد گفت السلام یقرؤک السلام. یا رسول الله، خدایی که اسمش سلام تو را سلام میفرستد و میگوید خود توی محمد برو دست بهلول و بگیر و بیار که من الله منتظرشم. چون گویی تو یا الله، گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. گر تو طلبی داری بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. پس برگردیم جوان عزیز، از بهلول بیشتر گناه نکردیم. به امشب در اینجا قول بدیم همه من و شما که هرچی گناه کردیم این قلب رو خالی کنیم، بریزیم دور، بیاییم به سوی پروردگار عالم، بیاییم برگردیم به سوی خدا، این دل را پاک بکنیم از همه گناهان. من یه شعری رو یه جا دیگه هم خوندم، با آواز این شعر رو هم اینجا میخونم بسته که دوست دارم. یکی از عرفای ما میفرماید که دل انسان خانه خدا، این دل باید صاف بشه تا پروردگار عالم بیاد. چی میگه؟ دلت را خانه من کن، خدا داره میگه دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من، مداوا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره ای اخلاص که دریا کردنش با من، که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، میگه اگر کلید خانه رو گم کردی، اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من، که پیدا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من، که جمع منها کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید و از رحمت. آی جوان، اگر عمری گناه کردی مشو نومید و از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من، که امضا کردنش با من، که امضا کردنش با من. آیا میخوام توبه نامه رو امشب بنویسیم که خدا امضاش کنه؟ هر کس حاضر دستشو بلند بکنه. جزاکم الله، ماشاءالله. خداوند جزای خیر عنایت بفرماید. خداوند بر این جمع شما
معنویت و روحانیت خاص خودش را نازل بفرماید. خداوند به این جوان مسلمان آقای داداری پدر بزرگوارشان و جناب حاج آقای دهمرده که از حدود 20 روز پیش از ختم بخاری یک سر تماس می‌گرفتن که فلانی حتما در راز جرگلان جوانان مشتاقن، حتما خانواده محترمشون که ما امشب از نزدیک شما رو دیدن بکنیم. واقعا تبریک و تهنیت در می‌کنیم و از اینکه بیش از واقعا مصدق اوقا شدیم معذرت می‌خوایم از خداوند متعال، خواهانیم که همه ما را توفیق عمل عنایت بفرماید، توبه همه ما را به درگاه خودش قبول بفرماید. از محضر علمای بزرگوار واقعا معذرت می‌خوام که در محضر شما گستاخی کردیم و همچنین از همه جوانان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجماعاً صلوات.